سلام دوستان، حالتون چطوره؟ ستونهای گنگ من خوش اومدین به این ویدیو از چنل خودتون. بچه‌ها ما قرار بود که 300 تایی شدیم آموزشی شلاقی بذاریم و خب به لطف شما عشق 300 تایی شدیم و خب اینم یه آموزش شلاقی کامل. ببین کامل از هر نظر، از نظر هندکم اصلا حالا بگذاریم میگه سه تا حالت رو میتونیم شلاقی بزنیم. یکیش که حالت پامپته که آسان ترین حالت ممکنه، واقعا هر کسی باید یاد داشته باشه این شلاقی. یکم که حالت این نوع حالتی که خب این یکم سخت‌تره و خب مثل شلاقی نیست که مثل شلاقی با پامپت نیست که شما آماده داشته باشیش و خب هر موقعی که بپری بزنه. اینجا اینطوریه که شما میپرین و میزنین شلاقی آماده میشه، فقط نشینین مثل من. آره یه حالت دیگه هم هست یا نظرم سخت‌ترین حالته و خب من هنوزم یکم باهاش مشکل دارم، نمیدونم چرا. ولی خب این حالتی که من هنوز باش مشکل دارم. این حالت شلاقی که واقعا سخته، من اصلا باش تو کتم نمیره همچین شلاقی بزنم، اصلا هیچ وقت هم نمیکنم این کارو. آره خب بچه‌ها میریم برای آموزش شلاقی اول که اصلا خیلی آسونه. نما کنین شما برای این شلاقی فقط کافیه که 1 2 ببینید، دیدین من نزدیک زمین شدم زدم و خب شما یکم از بالاتر باید بزنین که انیمیشن شلاقی رو بهتون بده. و خب 1 2 و 3 که سویچ کردن گانه. پس چی؟ 1 جامپ، 2 دکمه تیر زدم و 3 سویچ کردن گانه. مازندران ایران چیکار میکنین؟ 1 2 3 و خب آره 1 2 3. دیدین این شلاقی چی شد؟ چون با کاتانا دارم میزنم. بهترین نایفا برای شلاقی یکیش سایه که خیلی خوب میتونیم با شلاقی بزنیم و یکیش هم که میشه نایف FF آرمتی که من خودم دارمش، ولی خب آره ارزون ترینش سایه دیگه. حالا 1 2 3 1 2 3. آره این از شلاقی اول. حالا شلاقی دوم آسان تره ولی خب دیگه برای هر جایی نیست. مثلا شما نمیتونی از اینجا این شلاقی بزنی. چرا میتونی؟ نه نمیتونی، ولی میتونی از اینجا بزنی اینطوری، یا همچین حالتی بهت میده. روی اینجاها هم میتونی بزنی که یه همچین حالتی بهت میده و خب خیلی آسونه. شما فقط کافیه وقتی نزدیک لبه شدین اسلاید بزنید. آره دکمه اسلاید هم نیست اینجا، هر موقع نزدیک صف شدین اسلاید میزنین و یه همچین حالتی میشه. و خب 1 اسلاید نزدیک صفه، 2 زدن تیر و سویچ کردن گان که جفتش با هم باید انجام میشه که یه همچین حالتی میشه. و خب خیلی آسونه یه همچین. بله و خب قبل از اینکه شلاقی سوم بهتون آموزش بدم باید بهتون بگم که یه شلاقی چهارمی هم داریم و خب قبل از هر چیزی یادتون بنازم نت ایران، قبل از هر چیزی یادتون باشه که انیمیشن بلندتون روشن باشه. انیمیشن بلندتون روشن نباشه خیلی سخت میشه، سخت‌تر میشه شلاق زدنتون. نمیگم غیر ممکن میشه ولی خب خیلی سخت‌تر میشه. حالا برای شلاقی سوم کافی این حرکت رو انجام میدیم، اسلای جامپ و این چیزی در میاد که سخته، ولی من اینو با بیل خیلی راحت‌تر انجام میتونستم بدم چون آره بله یه همچین حالتی میشه. و خب شلاقی چهارم هم که بهتون گفتم یه سر شیبی پیدا کنید مثل همینجا. آموزش نکته به نکته رو نتونستم بهتون بگم. اسلاید جامپ یه همچین حالتی میشه، اسلاید جامپ زدنی و خب سویچگان رو زدن دکمه تیر با هم انجام میشه. و خب اول میشه چی؟ اسلاید جامپ و سویچ کردن گان دکمه تیر که یه همچین حالتی به دست میاد. بچه از خیلی پایین تر نیاین چون آره دیگه نمیشه، چون اینطوری میزنم به جای اینکه اینطوری بزنم. بله بچه ها آموزش چهارم واقعا آسونه چون شما یه سرشیبی ریز میپرین، بعد یه چند ثانیه شما دکمه تیر رو
سویچگان رو با هم میزنی که یه همچین حالتی میشه. و خب اینو روی حالت عادی هم میشه انجام داد، یکم سخته ولی روی سربالوی هیچ وقت نمیشه انجام داد. میشه ولی خب خیلی سخته. حالا آموزش قدم به قدمش، اسلاید اگه خواستین میتونیم بزنیم، اگر نه که میتونیم تو دوتاییم بزنیم. 1 اسلاید، 2 جامپ، 3 زدن شلاقی و تعویض گان. مرسی از همراهی همتون، ستونای گنگ من. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.